منم آن ساده دل که به دام افتاده دل. آی ببینک زیر پا افتاده دل. آی منم آن ساده دل که به دام افتاده دل. آی نه گیلا برتو نمیدام اما نمیشکنم. یالا کو نمیشکنم گردن من نمیشکنم. بخو خوندم کردم گفتم نمیشکنم. بگو بله آخر تو چیکار میشه؟ زنده باشین. تشکر شکر فضل خدا تیار میشم من. تیار میشی؟ بله یا با بیاری که گواری یالا کنی که بره به تا شیلیا بره گوا شمار. ها های ماما نوروز همین گوا شما نکو گپ میزنم نکو. خب همین گوا شما ما تا این مرچیه مورچه با کجایه؟ نکن چی بگو؟ هیچی خب چی؟ شما چی میگفتیم من چی گفتم؟ بگو عاقبت تو چیکار میشه؟ کار روزگار نده از سلامت باشین. شکر فضل خدا شاید تا به صبح تیار شم. تیار میشم امشب. بله یا بگو با بیانی که گواری یالا کنی که برای تا شیلیا و تا چیزا تا سبستا برو نه کاکا نوروز چند دفعه تو گیر کردم شما رو ما بجام کاکا خو قبول دارم. ایف پیار کنن کرده که شما باشیم منتها شما رو بجام کاکا خو کلم دارم قبول دارم. اون کاکا سادمه. خب بفهمیدین؟ زنده باشیم. افرگم ما بجام کاکا خو قبول داری او تا قبول دارم منتها انا چیزه. بگو بله به فکر کار غریبی باشه اگه از این بیکاری چی به دردتو میخوره؟ عجیبی بیکاری چی به درد من میخوره؟ ها که تاشون بیکار شیشته سر از کوچه در خوراک گرو میه سرخ مقداری خواه میشه از این کار چی فایده؟ همه بس همه روز خلگو شما شیشتن کی خوب شد. من میگه اینجا کار کنه که بیایون بیا کار بخوره تو بزیدی برای اینجا تو قرار تو مینه ماله خور بشیشتی این کار خوبیه. او خجالت میکشه از من که بیا کا بخوره. کجا کا بخوره؟ سر خوشی ماما نور شما آدم کلومت چری تا گپا بیعقلی میزنی. نگاه کوکو جو بخی از این کلا بتون معدن میشه بخی بیارم کدو کلا کلا تو بخی برو لالا بخی. شما چی گفتی ماله؟ از این نمد به تو کلاه نمیشه. ایزی نمد به تو کلاه نمیشه. خب بخی دیگه بخی برو دیگه سری خلگه بخی ماما تو مرغ گفتن یاد در که تو مرغ بگی بخی برو هرچی که بتر چه بخی نخوری برد میکنی برو دیگه برو که بقرآن همه فرق سر تو میزن حالا همین گوار نمیقدر که یک چنگ کا بخوره اونا. چی کردن قناقا بخوریم شما گوا؟ تو بس آره خور شیشه رشته یک کا بخوره. البته رو میپوش از من. هنو زبون بزنی. ای گوک برو بزوبت که من بیام به پیش تو. باش برو بر که من سرخ بزن تو مالارینه. برو بر 10 دقیقه برو سرخ بگذارم دیگه ملایم علف ها نخور که خلطیر میشی. گردنم بند باشنیه فقط میگی که بذار پشخونی. با سرستار من بزن سر دست تو را با دست بگیرم و دلدار و کمر تر پس بگیرم تو آهو بر من تو آهو بر خور ازش بگیرم. Steady go! ایلا الاف کنه چرا تا خور ما تو بیامدی ساخو بخدشتی تو خدا سزی وخی هرو على فوق عقل نريد كدي وخي ساعة 5 دقيقة يا أخي قاتل خيلي وخي خد برا تو شيء مشكلة أصبرك خدا جدانا ما منطل باشه گردانم طبعا باشه گردانم ما باشه تو مال من لازم دام جو وخي یارم میگم چری گوی اونو میگم برداری استاد چو وخي که همه على فلقت بری کدی بخوردم علفاتو و هم لقد شده اینا رو گو بخوره دم میکنه چره
خواه لغت شده اینا لکی شده وخی اینا تا کی عقل هست نونه خود خوب بخورم عقل به تو یاد دو عدی کتتر می چی بشی گیلا ها بازی کلانتر آه شاید اندازه گوی تو باشون یعنی عمال اندازه گوی مانی مدى عقل کمال تو برابر از بچی 2 سالی نیه 45 سال سیدم تو عقل کمال نداری کی می یاد گیری خط کنده من برو خی آره تکون داده برو بده خدا تو یک وجبی بخیر دارم الان کنه برو لاف کن خیلی اینجا وجبینی خونه بینی کجی نافهم سینی نادو پرپر زنی کجی برو به حرف تو هیچ کس نمیکنه برو کجی داغ اولادا خور ببینی بخیر برو خودی کن برو به کاکبات بیای برو سیه ایرانی خود کله گل میخور بخیر خوشی برکن زن تو طلاق ده برو نیمه زن دارم میان طلاق میده طلاق میده باشه سوال شدن میکنی ستالچه رو کجا میبری؟ بله ستالچه که گوساله پیش گوساله او گرفته میری کجا ببری؟ من کمی رو بخورم تشنه‌ام به سرا خواهی میخوردی به در میشیدی میبری به سر زمین ها به در میشیدی میبینی به می جوا او پیدا نمیشه می سر تا سرا او کردم بیاوردم به می گوساله ایوون توشنی تو من اینا رو ببری چپه کنی سر تا بام کنه ببری بفروشی بکو نگردن من باشه اگه لنگ من بفروشه خب گوساله مهمتر یا مه زهر مکاست گوساله مهمتره به خاطر که زبون نداره که بگم من تشنه‌ام مگر او میته بیاری به پیش بگذاری که بخوره تو که زبون داری میفهمی که تشنه بشی یعنی میگه من تشنه‌ام و تشنه از خدا من از صبح گذشته بود چه همین تو برو به اون سر زمینا برو تا به اون سر 10 تا 20 تا سولار نمیتونی بری یک چکیای بخوری که مثال تو گوساله تو برمیداری خب ما گوساله شیرکی میکنیم چی فرق میکنه سرگی بیا بریم خودی ما کار که بیکار نگردی برای بعد خرج تو رو میدم مصرف تو رو میدم 20 روپیه پولم به تو میدم چه کار کنم کار جا میکنی خب تا شما میرید تا شما میگم مثل موچی بری مثل خونه ما کوسه خراب 70 من مال کیک داره از اینکه تو بچون به تعمید دی بگردی بزی بر تا شما تو خوک نمیگیره اگه بری خودی ما کار کنی که به تو حق آمدم خرج تو رو آمدم شکم ترانسفر کن تا شما تو میخله در زن من نوشه بیا از خونه معمول زد مو به سر تو نیه که تا خونه ما کیک بیا از این مال نیفن هم سی کنه هم پدر پاش دادم هر روز پدر پاش میدم بازم تاثیر میکنه به من خوام مثل کیکایه خب تو که به تو فرق میکنی یک دم پیران با بخور فرق میکنی یک دم پیران با فرق میکنی چی فرق میکنه البته جون اینا کیک اومده که تو فرق کردی سه کاملی خونه متحریکه همین از کی نمول همین از خود تو نمی نه بابا من یا خود تو نه این پیران ها دیگه خب تمون بابا منه حالا گابزن کار میکنی یا نمیکنی کی خود میری کار میکنی اگه کانی ها بای گوساله بیار پیش گوساله نه برو بگا تو فکر کنم که از این یک کمه بخورم برو برای کار خوب برو گپ مفت ندارم که سرگی بریم پیش نه تو بردی شکیر میبری چاپه کنی ببری برو با تو 2.5 ساعت میدو کار میکنی خودم یا نه نه چند تا 3 ساعت میدو کار میکنی چند تا پینجایی میشه 6 تا به 6 تا بیام کار کنم با چند تا کار میکنی با 10 تا با 10 تا کار میکنی 10 تا برو بگرد از این نماد دیگه به تو کلاهی نمیشه که تو تاشون بخو بگردی برو را خور بگرد سرگی مردم قدیم گفتم از این نماد به تو کلاهی نمیشه حالا از این گشتن هم شکم تو کاس سر نمیکنه مگر امیت توشنه بشی سر تو گساله برداری بشمی برام اون سالت بالاتر برو بلکه که دگم تو گیر کنه وزیر سبا خود تا مرگ بزنه برو تو کمر خیلی زدی هم شد بالا سر ساعت برسیدم اگه که ساعت هم ببرد بیدو کجا بیدی کسی بسرا لالا پول بدین که ما این بریم به شهر شهر میره همه زد پول به خونه نبود که بعضی میدستی چکار کردی گوه جمع کردی و علف بردشتی و پیشیو بردشت و مدda برفتن لالا میبینی و گله دیونه برفته برو علفا قرار کرده سر خوب بردشتی خوب شده نگو نانه چکار کرده گیله برو علفا سر خوب بردشتی خوب شده لالا علفا با کجا بیده بته خود علفا لغت نلیت شده بود میزه دیور تا همین دخته که میره کلی و نمیته بمزید
علفا میکردی میگفتی با تو فندیاتشه دیگه. آره سرگی پیدا شد باشه من اون خودی از گاب میزنی. چند گفتن نه؟ بدین 200 300 هرچی میگه بابا به من نمیمونه دیگه بگی 200. هرچی دیگه لالا بدین برو تیاره با من میام برو. لالا یک سری دیگه شما بدین کمه بگی که من حساب وزیر برسم برو. کنه. برو با من نماشون اگه چه نستم میام. میگو او خوردن کجای او خوردن به قبرستون. خیلی نامردی بیدی خوده بگو نه خودی تو گاب میزنه چیه؟ سر برفتی بیدی به تای خورگو. به تای خورگو ما خیال کردم پشخون مونه پشخون ماله عقل کمال تو مزنه بکشه و علفا خو همه در میگیره. کوبر بازار سلات کا ما که بیدی کنده تو رالده وزیر علفا میکردم تو نفس دو بالا میام. او خوردن کجایه؟ تو سیکو سولار پوم چا و پیش منه و تاکیسیمه. تو یک ساعت هزینه برمیام خدا رنگ نلولار به خیر خوشی زرد کنه به خیر خوشی. او گوساله برداشتم سالس گوساله برداشتم نگاه به شما نگدش. او گوش کن سالت گوساله حلاله که تو بشمی. شتینیه حلاره. گردنم بند باشه مثل اشک چیش زلار بوده. اشک چیش گوساله علف میخوره سالت گوشتا گوساله حلار نیه. تو دیونه ای. گوساله برو گوساله سرگی. تمام گوساله سرگی تاری. بله. بگم بله به چهار طرف سولارا ما به چهار طرف زمینا ما به چهار طرف گوا ما به چهار طرف گوسفندان نبینم تو. اینکو به تو مراد کم نبودی تو بگی کله تو رد وزیر علفا میکردم. اگه مراد نمیکنم چه اگزام ایزاد. خب یک باز مراد کردی زوری به تو اگزام نکشیده. رمضان دستی لیلیلا به ما گفته که یکم ماما نوروز گفته که از این کلاه به تو استقونی نمیشه. یعنی چی؟ از این کلاه به تو استخونه نمیشه؟ نه می یک چیز دیگه. از این نمد به تو کلاه نمیشه. چی یعنی چی؟ یعنی از این کارهایی که به تو از این خورد به سر از این زمین به سر از این سولارا خرابکاری از این کارها به تو چی فایده؟ اینا خود نمد اینیه که به تو کلاهشی به تو فایدی نیه. برو به فکر اصل کار باش. تو به چه لپسه؟ استاده یا مبارا به چه دقل دقلی؟ برو که خدا که از این من بادم برو دقیقه با براد مکار نگیریم مدام دست تو بعضا به تمیده میگومه اونه ماما شاگل او آدم مرد قدیمه اون تک کوچه یار باشه برو از اون پرسان برو ماما شاگل سکنیم همی چی میگم این زبور مسئله بزی اختار تعریف تو کنه اگه روز جمعه به تک سرهای که طور ببینم نیه طور به 60 تشیلیا میدونه که هرچی مگل طور بخوره عقل کمال طور بخوره برو دیگه تو این دیگه چه کار میشه خیر آینده از این چه کار میشه خیلی خیلی از این از این نمد به تو کلاه نمیشه دارم ما میریم که بریم شب برو اگه من شب تونستم میام اگه نتونستم هیچی بیا از این مگره بس که گو مالات جمع کن گفته میدونم ماما شاگل ماما شاگل همی که رمضان گفته که برو ماما شاگل بپرسک شما بیایم یک دقیقه بیا به پیش بیا ما کار دارم باید دیوالش تیر شو از دیوال نمیتونی به میتونی خود تیر شی دیگه خود تیر شو بیا دیگه ما کار نه بابا دارم چاقم من مفته کن بابا بیا نکن من از کار ننو ماما شاگل خیره نمیام ماما شاگل همی که میگم از این کلا به تو نمد نمیشه چی؟ از این کلا به تو نمد نمیشه چیه؟ تو چپش نویدی شته البته بیکار را میری انمینه که بیکار را میری به تو میگم از این نمد به تو کلاهی نمیشه بیکار را نرو برد کار کسبی یک زندگی بخود تیار کن خب این کلاه شما کجا آوردین؟ این نمد نیه این کلاهی بخریدم و شما بیکار گشتین کلاه به شما نمد شد ما کار کردم زحمت کشیدم کار کردم ما بخریدم بچه جان بیکار نگرد به خود برو یک فکر زندگی کار زندگی به خود تیار کو از این نمد به تو راست میگم این مطالب با آدم ها بیکارگرد میگم که اگه ایلگرد بیکارگرد میگم ایله نگرد بیکار نگرد برو برد کار زندگی که از این نمد به تو کلاهی نمیشه ماما شما مثل می رادیونا بیقوا اکثرا میگین آقا به گوش تو تاثیر نمیکنه برو دیگه تو آنها کش نکن که دوال میلون به ویله ببنده برو دیگه بخوردم ما یک دو تا شما همونجا کار کردم همون دوال کردم بازا طالب بلومون برو ما برو و رد کار کن